طبیعی است که خلق سرملت ما برابر رسیدن بهار نازنین نوروز خجسته را انتظار می شوند. زیرا نوروز آغاز روزی نو، رمز زیبایی، سرسبزی طبیعت، جشن شادمانی و عیدی در انتظار مردم مشرق زمین است. در روزهای مبارک بهار خجسته در تمام گوشه و کنار، آول و دهات، محله و شهرهای کشور این عید پرشکوه بین الخلقی نوروز عالم را با خوشی و خرسندی صمیمانه بنابر عرف و عادت و عنعنه‌های ملی جشن می‌گیرند. السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان در شهر چرچیق مکتب تعلیم همگانی 11 قرار داریم. امروز نوروز خجسته در مکتب 11 تجلیل می گردد. این چه زیبایی است زمین را و زمان را، نوروز از دل بدر کرد پیر و جوان را. مورد قید است که با فرارسی این جشن نازنین بهار، خوانندگان مکتب‌های تعلیم همگانی نیز به جشن گرفتن نوروز در مکتب همه جانبه آمادگی می‌گیرند. عرف و عادت، عنعنه‌های قدیمی و نادر اولاد خود را به مهمانان
پیشکش می‌نمایند. Mana bugun biz maktabimiz o'quvchilari bilan birgalikda yosharish, yashillik fasli bo'lmish bahor ayyomining eng go'zal bayramlaridan biri Navro'z ayyomini nishonlamoqdamiz. Navro'z ayyom bu ko'tarinki kayfiyat hammamizga olib kelishligini tilab qolamiz. Maktabimizda bugungi kunda 1,5 mingga yaqin o'quvchilar ta'lim olmoqda. Ularning ana shu ta'lim olishida, ularning ichida turli millat vakillari mavjud. Mana shu o'quvchilarimiz bilan birgalikda turli millat vakillari do'st, hamkorlikda, hamjihatlikda ta'limni birgalikda olib boramiz. Bunday bayramlar ularning o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik rishtalarini bog'lab kelmoqda. Kelajakda mana shu bahor gullariday o'quvchilarimizni ham, ustozlarimizni ham, butun yurtdoshlarimizni ham hech qachon bahor gullarida chiroyli bo'lib yurishliklarini, hech qachon yuzlarida g'am anduh bo'lmasliklarini, yurtimiz hamisha tinch, osmonimiz musaffo bo'lishligini so'rab qolamiz. Navro'zingiz muborak bo'lsin. در عملی گردیدن 5 تشبث سروری مملکت چاره‌بینی‌های مهم در مسکن‌های علم عملی می‌گردند. دایر و بلند برداشتن شوق و ثمره بخش تشکیل نمودن کار با جوانان بنابر سمت‌های مدنیت، صنعت، ورزش، تکنولوژی اخبار و کتابخوانی. چنین چاره‌بینی تحت نام 5 تشبث 5 امکانیت در عرفه جشن نوروز راست آمده است که در صحن مکتب تحصیلات همگانی رقم 11 شهر چرچیق برگزار گردید. امروز bayram duyum sinfoban to 11 sinfobachi men dasturxon tuzatmish kerak hamish bayramona dasturxonimni be mana sumalako taomi Navro'z omondagi in ba sumalak ban tortmish kerak to hamish chakchakobachi milliy pishiriqobachi hamish has in milliy kiyim va duxtaromo tayyorlamish kerak milliy libos obashtadin Navro'z bahona duxtaromo ya milliy taom tayyorlarini yod giriftan hamoshon خانه‌شان به منش تمام تیار میکنند. این bayram در مکتب ما 3 روز دوام میکند. نوروز bayram همه ملت‌های یکی میکند. همه نوروز به من ملت تاجیکی ملت ما هست، ازبک ملت ما، قزاق ملت ما همیشه در هم جمع شدگی همیشه تینگ. در چاره‌بینی نوروز همه فعال بودند. ناوابسته به آب و هوای بارانی بهار. صنف‌های بالایی در پخت و پز طعام‌های نوروزی مهارت خود را نشان دادند. این نمایش و آزمایش بود که همه غالب بودند. امروز ایام نوروز ما نشانش کردیم. من دیده کاتگیتون که من چند کوک سامسا، کوک چیچبارخو، شیرق پای پختم. همش نوروز ایام نشانش کردم. اوچین کردیم ما خواستن فهم قطعی همش کردم. ما امروز باشقه ملت و قطعش همه ما نرس پختم. این چند ما کوک چیچبارخو کردم. دیده سودی که همه نرس تونو همه ما قطع کردیم ما خو. نوروز این نوگاری bayramش نوروز کتگیش این نو آنده نو سال کتگی را کردیم. این روزنده آدم ها یه چرمش میکرد، اگشت تقلمش میکرد که باید گفت که در این مدتی 4 سال مکتب‌ها موافق نقشه و برنامه شعبه تعلیم خلقی، چاره‌بینی، سمینارهای آموزشی و محفل‌های دیگر دایر و 5 تشبث برگزار گردید که خوانندگان مکتب‌ها مهارت خود را در این سمت‌ها نشان می‌دهند. نوروز bayrami do'stlik, shodlik, hamjihatlik bayrami. Hammalaringizni mana shu do'stlik bayrami bilan tabriklaymiz. Mana shu bizning maktabimizda har xil millat vakillari o'qiydi. Bizlar shu yoshlarni kelajakda jamiyatga ilmli, ziyoli qilib tarbiyalab berish bizning bir sharafli burchimizdir. برنامه کنسرتی جشن نوروز در 3 زبان آغاز گشت: ازبکی، تاجیکی و قزاقی. واقعاً در این مکتب فرزندان ملت‌های گوناگون تحصیل می‌گیرند و همه با هم دوست و قرینند. و شما هم مبارک شود. من در دیارمان، در دیار یعنی ازبکستان جنت مکان بسیار ملت علاقه من جشن نوروز گذشته ایستاده است. از اون جمله در شهر چرچیق در مکتب رقم 11 هم با همکاری مرکز تاجیکان، با همکاری جمعی مکتب، با همکاری محله من امروز
عید نوروز رو جشن گرفته ایستادیم. من از این جدا هم خرسندم. همه من برای ما این نوروز عید بهار یکی از عیدهای اساسی به حساب می رود. بهار که آمد همه جا سبز و خرم، آدم با کیفیت زور. من برای پختن سوملک و حلم ها، سمبوسه های و نان ها از کبودی من این هر دویم عادت است. من از همین فرصت استفاده برده تمام خلق ازبکستان را با این جشن نوروز از تحت دل تبریک و مبارکباد می نمایم. به همه آنها صحت سلامتی بر دوام آرزومندم. چی آرزو نیت هایی که داشته باشند همش جامعه عمل پوشد. به همه آنها عید نوروز باز یک مبارک گفتنی هستم. هر روزتان نوروز باد، عزیزان نوروزتان فیروز باد. ترانه ها آیین دوستی، نوروز، بهار و وصفی وطن مادر از طرف خوانندگان و اشتراکداران چاره‌بینی به نوبت اجرا شد. دسته فولکلوری مرکز ملی مدنی تاجیکان شهر چرچیق و شبنشینی حسن تراوتی جالب بخشید. امروز بهار آمد، خندیده نگار آمد، وی اسبه کار آمد. نوروزی مبارک باد، پیروزی مبارک باد. بر کشوری آبادی، در دیده ایجادی، آورد بس شادی. نوروزی مبارک باد، پیروزی مبارک باد. آمد بهاری خوشروزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش تاقی گلدوزی. نوروزی مبارک باد، پیروزی مبارک باد. همدیاران عزیز، همه شمایان را با فرارسی عید نوروز از صمیم قلب تبریک میگویم. و شمایان عزیز صحتمندی، سلامتی، عمری درازی سعدیانه، لبخندی کودکانه و خوشبختی تاجیکانه را تمنا دارم. Navruz bu yaşarış, yangilanish bayrami. Biz bu bayramni uzoq yillardan buyon kutganmiz. Bu bayram biz uchun yaxsharish, yangilanish. Mana shu bayram munosabati bilan barchani shu bayramda tabriklayman. Hamma shmoyon ro bo Navruzi ajam az samimi zamiri dil tabrik va tahniyat megoyam. Chi orzu niyathoy neke dar qalbi shmo bashad, jomai amal kushad. Soli digar boz hamin vaqto hammaton salomat boshid. Biyo Navruz Navruzi olam afroz, boz badil ho charoghi baxt afroz. نغمه کنان تاری دل ها نوازان، امیدم بر حیاتی نوساز افسون. نوروزی پر سخاوت، نوروزی عشق آمد، باز به دل ها جو کن نوری خورشید خاور، نوری خورشید خاور. چون خلق فارسی زبانان امروز، خلق‌های همسایه هم دارن سرور. مبارک باد خلقم عیدی دیرینت، عیدی اجدادان چندین عصریت. نوروز جشن است که همه یکدیگر را با شادی و خرسندی شادباش میگویند و هدیه میدهند. از طرف صاحبکاران محلی، آموزگاران سابقه دار با تحفه‌های خاطرمان قدر کرده شدند. هم مردم روز نوروز بایرامش مبارک شود. این نوروز بایرام، این دوستی، نوروزی با یادگارش مهربانی، کماماتوی که در محله هست ما یاردم میکنیم با وی ها، از حال وی ها خبر میگیریم. نوروزتان مبارک شود. نوروز جشن روزی نو، رمز زیبایی کیهاست که در کشور سرملت ما و جشن دوستی، همدلی، همبستگی تبدیل یافته است. این همه فرح بخشی را در این تنتنی نوروزی مکتب دیده دل کس و ذوق می آید. تجلیل 5 تشبث در نوروز برای جوانان درس نوبتی عملی بود. خرسندی آنها را حد و کنار نداشت.
چسم بهارت بلبل چسم دینختیم گل چسمی بهارت بلبل چسم ارواح در آموزد تو شمال سنبل چسم ارواح در آموزد تو شمال سنبل چسم از یک طرف این گلین از یک طرف بلبلین از یک طرف این گلینه از یک طرف بلبلین بازد تویم بفهمدنه شمال سنبل چسم بازد تویم بفهمدنه شمال سنبل چسم دینختیم گل چسم بهارت بلبل چسم ارواح در آموزد تو شمال سنبل چسم ارواح در آموزد تو شمال سنبل چسم ای گل تو که ناز آسم تو نیاز مدرب زیر و باب ساز بسازدم نواز ای دختری روشانی کاکل پریشان میره تو در دلی عشق تو در جان ای گل تا به نامد خود کودکی یاد کنم خود من تزدری زنجم و باد کنم تود همه گلن همه زریز همه امید مدت سندادی تر چی وزداد کنم ای دختری روشانی کاکل پریشان میره تو در دلی عشق تو در جان ای گل تو که ناز آسم تو نیاز مدرب زیر و باب ساز بسازدم نواز در باغ جهان تو همچو گل زیبایی گویا او دلانگیز چمن آرایی گویا او دلانگیز چمن آرایی عمر اسکی گل آیی چمن میخندده ای غنچه در چرا تو لب نگشایی ای غنچه در چرا تو لب نگشایی